سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم توضیحاتی رو در مورد درس 10 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم اسمریارم جوانه که یه ترانه کردی هست با همدیگه کار بکنیم و نوازندگیش رو یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. خب توی این قطعه شماره 10 نوت هایی که استفاده شده عموما روی سیمای سفید هست، از نوت می تا سل توی سنتورمون، یعنی از خرک سوم که میشه سل تا خرک هشتم که میشه نوت می. سه تا از سیم‌های ضرب هم استفاده شده. ما میدونیم نوتی که زیر خط دوم اضافه هست، خط دوم لژر لاین هست، میشه نوت سل سیم‌های ضرب. نوتی که زیر خط اول اضافه هست میشه سی و نوتی که روی خط اول اضافه هست میشه نوت دوی سیم‌های ضرب. از این سه تا نوت ضرب استفاده شده و خب سیم‌های سفیدو که دیگه کاملا باید بشناسیم. نوتی که روی خط دوم هست میشه نوت سل، بین خط 2 و 3 میشه لا، روی خط 3 میشه سی، بین خط 3 و 4 میشه دو، روی خط 4 میشه ره و بین خط 4 و 5 نوت می رو داریم که این نوت ها روی سیم های سفید اجرا میشن. نکته جدیدی که توی این قطعه داریم توی خط دوم میزان دوم هست که دو تا نوت رو روی سر همدیگه نوشته، دقیقاً روی همدیگه نوشته شده. این نوت ها رو باید به صورت همزمان اجرا کنیم، بهشون میگیم جفت یا دوبل. دقت کنید که اون علامتی که بالا شبیه ضرب در شده در واقع این ضرب در نیست، در واقع یه 8 و یه 7 که اینا چون به هم چسبیدن شبیه ضرب در شده. خب حالا معنی این چیه؟ معنیش اینه که نوت پایینی رو باید با دست راست اجرا کنیم و نوت بالایی رو باید با دست چپ اجرا کنیم. این یه قاعده کلیه توی اجرای جفت ها که وقتی که دو تا نوت رو سر هم دیگه هست، نوت پایینی با دست راست زده میشه، نوت بالایی با دست چپ زده میشه و نیازی نیست دیگه اینو مشخص کنه برامون. پس همیشه ما وقتی همچین حالتی رو میبینیم نوت پایین رو با دست راستمون میزنیم، نوت بالا رو با دست چپ میزنیم. مثلا الان اینجا توی خط دوم میزان دوم یه سی داریم، نوت پایینی سی هست که زیر خط اول اضافه است که میشه سی ضرب که باید نوت پایینی رو با دست راست بزنیم. یه سی داریم روی خط سوم که اونو باید با دست چپ رو سیمای سفید بزنیم و این جفت ها یا دوبلات دقت کنید که دقیقاً باید همزمان بخوره، یعنی صدای زنگوله‌ای نده، اینجوری صدا نده، این اشتباهه. باید دقیقاً با همدیگه دستمون فرود بیاد، این صدای صحیح هست. دقت کنید که جفت ها دقیقاً همزمان باشه و سعی کنیم هم قدرت باشه، یعنی معمولا اونایی که راست هستن خب قدرت دست راستشون بیشتره یا اونایی که چپ دستن قدرت دست چپشون بیشتره، ولی توی این جفت ها باید سعی کنیم قدرت دست راست و چپمون دقیقاً یکی باشه که این دو تا صدا توی همدیگه حل بشه و ما یک صدای واحد رو بشنویم. حالا بعضی وقتا ممکنه راست و چپ جابجا بشه، یعنی ما بخوایم نوت پایین رو با دست چپ بزنیم، نوت بالا رو با دست راست بزنیم. توی این حالت راست و چپ رو برعکس برامون مشخص میکنه، یعنی به جای اون 8 و 7 که بالای نوت گذاشته برعکس مینویسه، یعنی پایین 7 میذاره بالا 8 میذاره. این یعنی اینکه برعکس باید بشه. ولی دقت کنید که این حالت برای زمانی نیست که ما نوت جفت روبروی هم داریم، یعنی مثلا این نوت جفت سی زرد و سفید رو ما هیچ وقت نمیتونیم اینجوری بزنیم، دستمون هیچ وقت از روی همدیگه رد نمیشه و این جفتای روبروی همدیگه همیشه به همین شکلن، چون اصلا ممکن نیست اینجوری ما بخوایم ضربه بزنیم. پس کی به درد میخوره؟ زمانی که دو تا نوت داریم توی یه اکتاو هستن. وقتی که نوتامون توی یه اکتاو باشن خب ما مثلا نوت سل و دوی سیمای سفید رو میخوایم جفت بزنیم. این حالت درسته که دست راست رو سل باشه، دست چپ رو دو باشه. میتونه برعکس هم باشه، یعنی دست راست رو دو باشه، دست چپ رو سل باشه. این هم میتونه باشه. خب حالت کلی اینه که دست راست پایین باشه، یعنی اگر به ما چیزی نگفته باشه دست راست باید نوت پایینی رو بزنه و اگه خود آهنگساز بخواد برعکس این باشه، یعنی دست راست بالا باشه، حتما باید با اون 7 و 8 مشخص بکنه که راست و چپ به چه شکل هست. علامت های تکرار رو که دیگه به خوبی میشناسید. آخر خط اول ما یه دولا خط تکرار داریم، یعنی کل خط اول باید تکرار بشه. آخر خط دوم هم همین رو داریم، ولی اگر دقت کنید ابتدای خط دوم دولا خط تکرار
باز شده. پس ما کل خط دوم رو هم باید دوبار بزنیم. خط اول دوبار، خط دوم هم دوبار. بعد از میزان دوم ما یه علامت تکرار دو میزان داریم، علامتی که شبیه درصد هست و یه خط روشه. این در واقع این خطی که روشه خط میزانه. انگار ما دو تا میزان خالی داشتیم که روش این علامت تکرار قرار گرفته. داره میگه این دو میزان خالی مثل دو میزان قبل اجرا بشه، پس میشه تکرار دو میزان قبل. دقت کنید که ما خط دوم رو که میزنیم، دو میزان رو که زدیم، دوباره تکرار میکنیم، میریم تا آخر، باز دولا خط تکرار داریم، باید برگردیم از ابتدای خط دوم، دوباره میزنیم، تکرار دو میزان رو توی تکرار هم رعایت میکنیم و میریم تا آخر. نکته دیگه ای من نمیبینم توی این قطعه، براتون اجراش میکنم. از نظر جمله بندی هم هر دو میزان یک جمله است. یعنی دو میزان اول میشه جمله اول، دو میزان دوم توی خط اول باز میشه جمله دوم، میریم خط دوم، دو میزان اول میشه جمله سوم و دو میزان آخر جمله چهارم. نوت ها چیه؟ توی دو میزان اول نوت هامون هست سل، می، ره، می، ره، سکوت، می، سکوت. اگر بخوام اینو وزن خوانیش کنم، یعنی بگم 1 2 3 4، دو 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 دو، دو تاش سکوته، یعنی ضرب شماره 2 و 4 تو میزان دوم سکوته. خب پس شد سل، می، ره، می، ره، سکوت، می، سکوت. با شمارش اجراش میکنیم. 1 2 3 4، 1 2 3 4. میریم سراغ دو میزان بعد. سل همون سله رو سیمای زد، ولی بقیه نوت ها یه دونه اومدن پایین تر. یعنی به جای می ره می ره می میزنیم ره دو ره دو ره. پس میشه 1 2 3 4، 1 2 3 4. حالا من کل خط اول رو اجرا میکنم. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. آخر خط دولا خط تکرار رو رعایت میکنیم. میریم سراغ خط دوم. نوتا هست ره ره دو دو، دوبل سی، دوبل دو، 1 2 3 4، 1 2 3 4. تکرار دو میزان از ابتدا باید تکرار کنیم. 1 2 3 4، 1 2 3 4 و دو میزان آخر که میشه جمله آخر ما. نوتاش هست سل زرد، سل، سی سفید، یه سکوت داریم، دو سفید، لا، سل. پس شد سل، سی، سکوت، دو، لا، سکوت، سل، سکوت. خیلی مهمه که اون سکوت ها به اندازه کشش خودش مکسش رعایت بشه. با شمارش اجراش میکنم. 1 2 3 4، 1 2 3 4 و کل خط دوم باید دوباره تکرار بشه. خب من یه دور کلا از اول تا آخر اجراش میکنم. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3. تکرار 1 2 3 4، 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 2 3 4، 2 3 4. که اگر این قطعه رو یه مقدار بهش تکنیک اضافه کنیم که جلوتر تکنیک ها رو با هم دیگه یاد میگیریم، اون وقت یه ذره جذاب‌تر میشه. یه دور من با تکنیک با یه سرعت یکم بالاتر اجراش میکنم.
امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که این پست رو لایک کنید، نظرات و سوالاتتون رو کامنت کنید، کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.